اطفال نازنین و دوست داشتنی سلام. امیدوار هستم همه تان صحتمند باشین. میفهمم که باز هم در انتظار قصه جدید هستین. امروز یک قصه متفاوت، یک قصه حقیقی را براتان آوردیم. این قصه یک کس است که آل بزرگ شده و یک شخص بسیار محترم، یک استاد بسیار توانا است، ولی این قصه طفولیت از او است و او دوست بسیار عزیز ما است. این قصه را براتان من میگم چون بسیار خوشم آمد و شما از این قصه بسیار گپای خوب یاد میگیره و این خاطر این قصه را من برای شما هم میگم و میخوانم. دوست عزیز من نوشته کرده که داستان از طفولیتم اولین باری که در زندگیم بارگران تشویش و اندوه را تجربه کردم. خب اطفال عزیز، بخوانیم که این چی گپ بوده که این دوست عزیز ما، این استاد مهربان ما در طفولیت تشویش تجربه کرده، یعنی جگرخون شده، خفه شده. ببینیم که دیگه چی نوشته کرده. جالب هم هست، خواستم آن را با شما شریک کنم. آن زمان زندگی ساده بود. با خرید یک قندی پشمک روزگار ما اطفال شاد و خوش بود. هر روز صبح منتظر می بودم که بابا قندی پشمک بیاید و در بدل یک افغانی شیرینی مورد علاقه ام را به دست بیاورم. شما قندی پشمک خوش دارید؟ بله، حتما خوش دارین و من هم بسیار خوش داشتم وقتی که طفل بودم و حالا هم خوش دارم. خوب بخوانیم که دیگه چی نوشته کردم. آن روز هرگز فراموشم نمیشه که نزدم پول نبود و من دزدانه داخل اتاق مادرم شدم و یک گردنبند مادرم را در بین دستمالم پنهان کردم. قبل از این که بابا قندی پشمک کوچه را ترک کند، در بدل همان گردنبند شیرینی مورد علاقه خود را به دست آوردم. خب ببینین طفلکای نازنین کی دوست عزیز ما چی کرده. چقدر جالب گردنبند در بین دستمال خود پنهان کرده و بعد از آورده به مو آدمی که قندی پشمک مفروخت به او داده و قندی پشمک خریده. خب بخوانیم که دیگه چی شده. بسیار با آرامش از خوردنش لذت بردم، لذتی که در قبالش رنج و اندوه زیاد را متقبل شدم. چند دقیقه سپری نشده بود که نگاهی حیرت زده دختر همسایه روبرو شدم. مرا متوجه حقیقت تلخ ساخت که در بدل گردنبند طلا اشتباه بزرگی از من سر زده. همه سکون از وجودم برچیده شد. روزها و شبها بار گران پشیمانی را می خوردم و بسیار مرا خفه می ساخت. غم و اندوه یک پدیده تازه بود که من تجربه می کردم. باور کنید که حتی تب کردم. طفل بسیار حساس بودم. همیشه در یک کنج اتاق می نشستم. بالاخره یک روز با مادر کلانم زار گریستم و موضوع را گفتم. خود طفلکای نازنین، ببینید چقدر قصه جالب شد. خوب شد که این دوست عزیز ما مادر کلانش آمده و ببینیم که با مادر کلانش چی گفته. موضوع را با مادر کلان عزیز خود گفتم تا اندک بار دلم سبک شود. مادر کلانم در حالی که مرا در آغوش گرفته بود بعد از چند نصیحت رویم را بوسیده و گفت گردنبند طلا نبود، به قیمت یک قندی پشمک می ارزید، اما عملی که از من سر زده بود خیلی گران بود. بسیار خوب شنیدن طفلای نازنین؟ چقدر یک قصه جالب و چقدر گپ‌های مهم. حتما مادر کلان دوست عزیز ما برش گفته که این کار درست نبوده. وقتی که آدم یک چیز را بدون اجازه از خانه می برداره و به کسی میته، این بسیار کار غلط است. یعنی دزدی است، قسمی که خود دوست ما هم براتان در جریان قصه گفته. دیگه ما هیچ گاهی این کار نباید بکنیم. ببینین که
در قصه شما شنیدین که این استاد نازنین چقدر درد متحمل شده وقتی که طفل بوده، چقدر جگرخون بوده، حتی تب کرده از جگرخونی. ولی بهترین کاری است که ما و شما این کار نکنیم. هیچگاهی در زندگی چنین کار انجام ندیم و هر کاری که میکردیم از مادر جان و پدر جان خود، از خواهر و برادر بزرگتر خود اجازه بگیریم و بعد از او انجام بدیم. بسیار خوب. اگر پول نداشتیم، مهم نیست که ما هر وقت یک چیز بخریم و بخوریم. اگر پول نداشتیم هیچ دقیقش نمیشیم و صبر میکنیم. هر وقت که پول داشتیم پدر جان مادر جان بر ما پول داد، باز همون چیزهای مورد علاقه خودم میخریم. قصه به پایان رسید. امیدوار هستم از این گپای خوب را یاد گرفته باشین و منتظر قصه بعدی باشین. خدا حافظ.